امروز یه خانمی خدا خیرش بده ایشالله، هر مشکلی داره ایشالله حل بشه. یه دستشویی نداشت، بچه‌ها تو دشتا من گذاشته بودن، یه دستشویی خریده، یه خاکی آورده، خودشم بعد زحمت کشیده بیچاره آورده بود، با یه چند تا بستنی اینا، با 1 کیلو غذا. خدا خیرت بده ایشالله، خدا عوضت بده، هرچی از خدا میخوای بهتون بده. گناه داشت بچه هم تو تشت دستشویی میکردن، خیر ببینی، خاک هم نداشتن. خدا عوضتون بده ایشالله. خیلی ممنونم ازت. آخه بچه هم فکر میکنم برای بازی، یعنی چون تا حالا بعد وقت اینجور چیز ندیده، نه فقط تو تشت اینا گذاشتن، فکر میکنم چه جمع شده نگاه میکن سینما چه بازی میکنم. طولتون بگیرده مادر، جدیده دیگه، چیز جدیدی ندید. تمیز هم هست، میخواه همه شون شروع کنه. دست درد نکنه، خیر ببینی ایشالله. همین چی دلم اینا خوش کردی، دل خودت هم خوش بشی ایشالله.